17 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر استانه جمهوری قزاقستان در دایره همایش دومی آسیای مرکزی چین با رئیس جمهوری مردمی چین محترم سی جینپینگ ملاقات نمودند. در واخور وضع و دورنمای رشد مناسبت‌های تاجیکستان و چین بررسی گردید. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که سفر تاریخی دولتی شما به تاجیکستان افق‌های نوی شریکی همه‌جانبه استراتژی دو کشور را باز کرد. تاکید گردید که تاجیکستان سطح شریکی استراتژی همه‌جانبه با چین را بلند ارزیابی می‌نماید. رئیس جمهوری مردمی چین محترم سی جینپینگ از سفر دولتی خود به تاجیکستان که سال گذشته جریان داشت با قناعتمندی یادآور شده اظهار باوری نمودند که تطبیق نتیجه‌های آن برای هر دو جانب ثمره بخش خواهد بود. رئیس چین به تشبس‌های جهانی تاجیکستان در ساحه آب و اقلیم بهای بلند داده سرور دولت ما را با برگزارسازی با ثمر نخستین کنفرانس بین المللی دایر به حفظ پریخ‌ها تبریک و تهنیت گفتند. محترم سی جینپینگ همچنین تاکید داشتند که چین من بعد هم رشد همه‌جانبه و تحکیم استقلال دولتی تاجیکستان را دستگیری خواهد کرد. با مسائل گسترش همکاری تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری از جمله در سمت‌های صنعت، انرژتیک، نقلیات، کمیونیکاسیون و کشاورزی توجه زیاد ظاهر گردید. از رشد همکاری منطقه‌های دو کشور اظهار قناعت کرده شد. گفته شد که در ساختار گردش سودای خارجی تاجیکستان سهم چین حدود زیاده از 20% را تشکیل می‌دهد. در رابطه با رشد ساحه کشاورزی ما توسط جاری نمودن تکنولوژی‌های اینوواسیونی اظهار هوسمندی کرده شد. تاکید گردید که حالا در تاجیکستان زیاده از 700 شرکت با سرمایه چینی در ساحه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی عمل می‌کند. با نظرداشت رشد با سرعت صنعت، بنیاد پارک‌های مشترک تکنولوژی صنعتی، اینچنین آیتی مرکزهای علمی و تحقیقاتی امری مهم دانسته شد. تشکیل کارخانه‌های مشترک با جلب سرمایه چینی عاید به استحصال ماشین‌های برقی، پنل‌های آفتابی، داروسازی و صنعت خیمیا در تاجیکستان ضرور شمرده شد. تأسیس شرکت لیزینگی تاجیکستان و چین سمت آینده‌دار همکاری نامیده شد. دایر بر رشد مناسبت‌ها در ساحه معارف از جمله جدا کردن بورسیه‌ها برای دانشجویان تاجیک، بخش‌های تندرستی و رابطه‌های فرهنگی و گومانیتری تبادل اندیشه صورت گرفت. هر دو جانب آغاز پروازهای مستقیم مسافرکشانی میان دوشنبه و پکین را رویداد مهم ارزیابی نمودند. از برگزاری روزهای فرهنگ چین در تاجیکستان در سال روان استقبال کرده شد. سطح بلند همکاری کشورها در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و همایش آسیای مرکزی چین تاکید گردید. جانب‌ها برای تقویت منبع همکاری در سمت تأمین امنیت علاقمندی خود را تاکید داشتند. از روی نتیجه ملاقات سران دولت‌های تاجیکستان و چین یک قطار سندهای نوی همکاری به امضا رسید. سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری مردمی چین درباره همکاری در ساحه مالکیت ذهنی، برنامه همکاری تجارتی و اقتصادی میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری مردمی چین برای دوره تا سال 2030، یادداشت تفاهم میان وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای خارجی جمهوری مردمی چین عاید به تأسیس مکانیزم مکالمه استراتژی سطح وزیران کارهای خارجی. یادداشت تفاهم عاید به تحکیم همکاری در ساحه ذهن صنعی میان اگنتی اینوواسیون و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و کمیته دولتی رشد و اصلاحات جمهوری مردمی چین. یادداشت تفاهم عاید به همکاری میان نشریه حکومت جمهوری تاجیکستان نارودنایا گازتا و کارپوراسیون رسانه‌ای چین و سازشنامه عاید به استقرار نمودن مناسبت‌های برادرشهری میان ولایت سوخت جمهوری تاجیکستان و مضافات شنسی جمهوری مردمی چین.